امروز قراره کاری که گفتین رو انجام بدیم براتون. همه استوریاتون رو دیدم. قرار همه کاری که گفتین رو انجام بدیم. درود به همگی. سلام. خب حالا شاید به خودتون بگین که چرا اومدیم اینجا، چرا این فضا، چرا این همه زباله اینجاست. تو ویدیوی ولاگی گرفتیم پاستا در طبیعت، ما با خودمون گفتیم که قرار بود یه مسابقه بذاریم دیگه که شما انتخاب بکنین که امروز باید چیکار انجام بدیم. سر اینکه هزار تایی شده بودیم استوری گذاشته بودیم و شما گفتین که بعد یه کاری انجام مسابقه بدیم. باشه فلان باشه، هر چیزی رو انتخاب کردین. حالا عکساش هم اینجوری بذارین. حالا ما اون سری که اومدیم سیاه پیشه، اومدیم این جنگل دیدیم، گفتیم چقدر کثیفه. منم با خودم گفتم که خب پس چه مسابقه ای بهتر از این که کی میتونه آشغال بیشتری جمع بکنه. اوکی. خب حالا قوانین بازیمون چیه؟ 5 دقیقه شما فرصت داری کیسه به دست و دستکش به دست اینجوری شروع میکنی برداشتن آشغاله و ریختن تو اون کیسه. 5 دقیقه که تموم بشه استاپ میشه، میای اینجا کیسه‌تو میذاری. بعد نوبت 5 دقیقه من میشه، من میرم آشغالا رو جمع میکنم میام میذاریم اینجا. آشغالای هر کسی بیشتر باشه، یعنی وزن سنگین‌تری داشته باشه. بیشتر میتونی جمع کنی. یعنی چی؟ حالا اصل ماجرا چیه؟ اینه که این ویدیو رو بچه انتخاب کردن که مجازات نداشته باشه، پاداش داره. به عنوان پاداش قرار چیکار بکنیم؟ برنده اون یکی به هزینه خودش تیشرت میخره، اون یکی طراحی میکنه چاپ روش، و حالا هر طرحی که دلش بخواد بزنم روش. بزنم روش دیگه، چون قرار برنده بشم مثل همیشه. ادامه ویدیو رو همراه باشید. فقط نیفتم اینجا پایین. نه نمیافت. خب بریم برای اول میگن چی؟ بهداشت، بعد کار. درسته؟ بله. اینا قشنگ دستمون کنیم. شما برای من یه دونه کیسه باز کن. در خودت باید باز کنی. یعنی کیسه باز از وقتی تام شده میشه اینو میدم به کیسه رو درشو باز می‌کنی، کارتو انجام وجود تایم میده. یه ساعت طول میکشه من در کیسه رو باز کنم. خودت میدونی. قبول. خودت خواستی ها. باشه. بده کیسه رو بده. وایسا. آماده این بشه. نه نزن الان. کیسه رو بده دستم حالا. بیا. اینا رو من خودم از قبل جدا کردم. نمیشه اینطوری. جدا کردم. جداست، تنهاست. چی نمیشه؟ خواستم کیسه رو بدی ها. باشه. خب. هر موقع گفتم میتونی بزنی. بچه آماده این؟ بچه من بعد آماده باشه، بچه آماده چه؟ وایسا. دست نزن بهت. وایسا.
خب بچه‌ها مسابقه ما تمام شد. الان وقت چیه؟ وقت میگیم آشغالایی که وزنش بیشتره. ذهن کی تونسته آشغال‌های بیشتر یا جمع آوری بکنه؟ چی من؟ ها؟ الان معلوم میشه. خانم فیلم بردار. بده من فیلم بگیرم. خب شما اینا آشغالای منه. این آشغالای خانم بازنده. خیلی تعداد آشغالاتون زیاده. حداقل اینا رو گره میزدی من بتونم راحت بردارم. گره بزن دیگه. دستکش ندارم. ما هم نداریم دستکشمون انداختیم رفت. یه کاری کن جفتشو بگیر تو یه دسته. خب برو ببینیم که مال کدوم سنگین تره. صدات نمیاد نه. میگم مال تو دومیت خیلی پرتره. خب جفتش ببین اینقدر سنگینه نمیتونه تو یه دست بلند. خب برو اونور. ببین قشنگ معلومه. قشنگ معلومه مال من سنگین تره. نگاه بلند کن. نگاه ایزی. نگاه نمیتونه بگیرتش. نمیتونه بگیر. ایزی نگاه بگی بالا بگی همونجا نگاش دار. مالکی سنگین تره. مالکی سنگین. تمام. ببین پول جیرینگی میاری بالا. پول جیرینگی میاری بالا. خب دارم سوال می‌کنم گوش کن. پول جیرینگی میاری بالا. میخوام این عکس پادشاهی که بر تخت نشستم. یه چیز بگم. بگو. توش سنگ ریختم. چه الان مثلا که چی گفتی؟ الان مثلا میخوای شیرین بازی در بیاری گفتی؟ الان برای چی؟ آقا یه سوال. سنگ الان خب اضافه بود. مردم پاشون گیر میکرد میخورد زمین. منم به خاطر همین موضوع رفتم آقا سنگ. الان نگاه نکنی سنگ. من برم پام گیر بکنه بخورم زمین. یه اتفاق بیفته تا دره هیمالیا دره میرم دیگه. خدایی الان اینا رو نگاه کنین. این آشغال پارمیده، این آشغال منه، این آشغال پارمیده، این آشغال منه. این چهره برنده بد میبود، این چهره بازنده. فعلا که من برنده فقط من برنده ایم که یه ذره چی برخورده اینطوری هم که چرا جرزنی. من جرزنی نکردم آقا. جرزنی کردی. من پشت آدم جرزنی نیستم. من چه جوری جرزنی کردم دقیقاً آقا؟ اون سنگ میکنی سر ویدیوی قبلی هم این کارو کردی. کدوم ویدیو 3 تومن رو کردی 300 تومن 200 هی میومدی پایینتر دبه میکردی. چقدر اول گفتم 500 همینجوری داره میذاره خاط میشه ها. هر چقدر دیرتر بگذاری کمتر میشه. 500 آقا 1 400 همین مثلا 400 اوکی 1 400 آقا 400 مسخره بازی در. خب مسابقه ما که تمام شد که من بردم. یه تاج الان اومده رو سرم. تاج ماج نداریم. تاج ماج فقط مال منه. خب بچه‌ها دیدی؟ الان میریم سراغ اونی که انتخاب کرده بودم. چی بود؟ بین غذای خونگی و فست فود انتخاب کرده بودن دیگه. حالا این غذا رو درست بکنیم. یه چیزی راجع به حالا یه چیزی راجع به ویدیو بگم. ببینین الان ما اینو توی یه مسابقه 5 دقیقه برگزار کردیم. اینو انقدر دست به دست بچرخونید، انقدر برای هم دیگه بفرستین. اصلا میان محله با محله مسابقه بذاره. آقا فلان محله با فلان محله، هر کی بتونه هر محله تمیزتر بود داره. نه محله نه، هر کی سنگین‌تر آشغال یعنی بیشتری جمع بکنه محله برنده میشه. تو حالا این فکر بکن که این بیشتر بشه، وایرال‌تر بشه، استانی بشه. مثلا استان زنجان پنجشنبه مسابقه داره، شنبه مثلا تهران مسابقه. اصلا لیگ میتونیم بندازیم. مثلا امیر انقدر ایده تو ذهنش داره که بخواد خیلی چیز بمبی و خیلی حرکت خفنیه. یعنی شما فکر کن که کل استانا دارن مسابقه میذارن، لیگ میذارن که کدوم استان میتونه آشغالای بیشتری جمع بکنه. با اسپانسری مثل بیرق. دن 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 دن. این که تبلیغ بازرگانی. تبلیغ بازرگانی. آره تبلیغ بازرگانیه. خب نه شوخی کردم. ولی واقعا بچه‌ها نگران نباشین. اگه بخواید این کارو انجام بدیم مثل بیرق اسپانسرتون میشه، کیسه آشغالی‌ها رو بهتون میدم. آره کیسه تا صبح کیسه آشغالی بهتون میدم. شما آشغالا رو جمع کنید، کیسه آشغالیش با من. کد تخفیف کیسه‌های خب نه جدی، ولی هر جا هر اشغالی میکنین، هر کاری میکنین حتما این 4 تا کیسه شد دیگه. هر کی بره همون موقع آشغالشو جمع کنه. ما هر وقت میایم اینجا مثلا چقدر زحمت میگه 5 دقیقه همون موقع به خودمون همین 4 تا 5 تا کیسه میاریم، هر چی آشغال تولید میکنیم ما جمع کنیم به خودمون میدیم. پس این ویدیو رو انقدر برای هم دیگه بفرستین، اصلا جدای ویو، جدای لایک، جدای هر چیزی، اینو اصلا سنتش بکنین. اینو اصلا چه بدونم هر کاری که میخواین بکنینش فقط انجام بشه. تمام. گاو
چقدر ترسناکن. بیا من پایینم، بیا نترس. بیا پاتو بذار. نه میافتم. نه بیا اینجا بابا، من اینجام. دستو بده به من، پاتو بذار اون سنگه. گرفتم دیگه. سر میخورم. باشم اینجا واسه. عشق کردی یا نه؟ همین نمیشه هر بار یه جا پیدا عشق کنی وایسی کردی بگی یا نه؟ عشق کردی یا نه. یعنی حال میکنی یا نه؟ آب، استخر، دریاچه، شنا، منظره. بچه اصلا شاید باورتون دوربین نشه بده، امیر دوربین بده. کلا منو گشته میاره اینجا. دوربین بده. من الان دوباره اصلا دوربین بده. دوربین بده. نه شما خدا وکیلی الان این منظره رو ببینید. کی همچین جایی میتونه پیدا بکنه؟ اصلا آسمون رو نگاه. ما اومدیم دقیقا وسط دره. وسط دره. آره فقط بقیه مردم رو سطح صاف نشستن، ما اومدیم تو سنگا نشستیم. بابا طبیعت یعنی رو سختی. تفنگ منو بده. تفنگ منو بده. تفنگ تو رو بدم؟ منظور چیه؟ ببینیم براتون چی آوردم. اینا کجا آوردی؟ دزدیدم. یعنی چه کجا آوردی؟ این چقدر طول قراره بکشه؟ الان ساعت چنده حدوداً؟ حدوداً دقیق 2:30. دقیق 2:30. شما 5:30 از من غذا بخواه. بی برو برگشت 5:30. همیشه میگن غذای میکشه اولش. غذا گوش کن. قرمه سبزی چرا انقدر طول میکشه؟ بابا گوش آقا گوش بده. قرمه سبزی برای چی انقدر طول میکشه و همه دوستش دارن خوشمزه است؟ چون غذا هر چقدر بیشتر طول بکشه خوشمزه تر میشه عزیز من. بچه‌ها امیر تصمیم گرفت که جای منقلش رو عوض کنه. خوشت اومد؟ یعنی ببین ساندویچو زدی میپره تو. اینجوری. خب بچه‌ها حالا میخوایم بریم برای زغال. آماده شد. پیاز گرفتی؟ این پیاز میریم توش ذره میذاریم این گوشه. روغن بریزیم. خب یه قاشق زحمت بکشی. همه چی آوردیم بچه‌ها. یعنی اون سری هر چیزی که نبرده بودیم این سری آوردیم. شف اینجا میشینه. منم نوکر دیگه اینجا. خیارشور بوس بکن، تو پیاز بکن. شما کمک سرآشپزی دیگه. بچه‌ها گشنمه. شما کمک سرآشپزی. کمک چی؟ کمک سرآشپز. من سرآشپزم، شما کمک سرآشپزی. خب بچه اینو میذارین اینجا قشنگ. پیازا سرخ میشه. وقتی که سرخ شد یه مایه معجونی از دیشب براش آماده کردم اونو میزنیم بهش. سوسیسا رو نگاه چجوری برش داده. ویلی. چرا 3 تاست؟ 3 نفریم دیگه. من 4 تا خریدم. من دونون میخواستم بخورم. برو بابا. فکر کردی تو چی خونه رنگین تر از ماه؟ خب میآوردی تو میخوردی حداقل. من میخورم. کو نیاوردیش. بیا. چرا که یزید. بچه‌ها یعنی شما رخ کارو ببینیم فقط. این روغن سنجور. یه چند هم پیاز. نون بعدی. بفرمایید. بر من درست کردی؟ آره. بخور اولش خود بخور. من بعدی رو میخورم. بخور. حالا داره تعارف میکنه. حالا نون بعدی رو بده. اونو بذار بده نون بعدی رو بده. بچه‌ها بالاخره درستش کردیم. لایک بابا یزید دیگه دارم. بچه‌ها یادتون نره ویدیو رو حتما برای بقیه شیر کنین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. خداحافظ. خداحافظ. با هم دیگه شرط بستیم. خب حالا یه چیز دیگه. خاموشه میکروفونت؟ ببین بهش بده ببین خاموشه میکروفونت؟ نه واسه.
ببین وصله یا نه؟ بله. وصله؟ آره وصله. خود چطور شده؟ متاسفانه برادرم منو شریک جرمش کرد. یواش برو بشین